سلام 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 به همگی. پادکست شکر و شادی قسمت 6. خیلی طولانی شد، دلم تنگ شده بود واقعا برای این اینتروداکشن پادکست شکر و شادی. دلم برای شما هم تنگ شده بود، ببخشید طولانی شد، عذرخواهی میکنم. حرفی واسه گفتن نداشتم زیاد. تو نفس عمیق. الانم حرفی برای گفتن ندارم بهتون بزنم. یعنی همین اول میگم اگر کاری، برنامه بهتری دارید که برید انجام بدید. اگر فکر بهتری دارید برای این عمرتون که بگذرونید، برید انجام بدید، چون فکر نمی کنم خبری باشه اینجا. حالا اگرم بی برنامه اید خب دیگه بی فنید، بمونید اینجا. پادکست شکر و شادی، شکر گزار باشیم، قدر چیزای خوبی که، نعمتهای خوبی که زندگیمون رو پر کرده بدونیم، قدر شناسشون باشیم تا شادی بیاد، لبخند بیاد همیشگیشه روی صورتمون، تا شاد زندگی کنیم. یه مدتی که طول کشید این پادکست، طولانی شد، مثل همه چیزهای دیگه یه جورایی انگار تموم شد. هیچ چیزی تو این دنیایی که اسمشو میذاریم دنیا، هیچ چیزی توی این دنیا ماندگار نیست. اولین حقیقتی که بعد از به دنیا اومدنمون داریم با سرعت به سمتش میریم این هستش که عمرمون تموم میشه، عمر داشته هامون هم تموم میشه، عمر آدم های اطرافمون هم تموم میشه و هیچ چیزی ماندگار نیست. اگر شروع کردید که فکر کنید که ای بابا چقدر بد، چقدر این اپیزود دپرسه، چقدر قرار حرفای این مدلی بزنیم، نه، ما هر چی میگیم از شادیه، از عشق میگم، از خوبی ها میگم، از زیبایی ها میگم. با یکی بحث میکردم، ایشون هی بزرگوار میگفت خدا میخورتت، خدا علم میکنه، خدا بهمانت میکنه، خدا. من همیشه جواب میدادم ببین، خدای شما شاید همه اینهایی که میگید هست، ولی خدای من ارحم الراحمینه. یه شعری آقای شیخ بهایی داره، در ضمن با این مدل شعر خوندنای منم کنار بیایید. من الهی قمشه‌ای که نیستم چپ بزنم راست بزنم، اون شعر رو پیوند بدم به این، از این بگم وصلش کنم به اون، از این هنرآرتا ندارم به هیچ عنوان. منتها شعرها رو اونجوری که ذهنم یاری میکنه بهتون میگم. یه شعر داره آقای بهایی که تا کی به تمنای تو یگانه، تا کی به تمنای وصال تو یگانه. به به، شعر خیلی زیبایی است، سرچش کنید. این یه ورژنی هست از این شعر که آقای مختابات زحمتشو کشیده خونده، هممونم بارها و بارها به لطف صدا و سیما هزاران بار شنیدیم. شعر قشنگی هم بود، خودش هم قشنگ خوند آقای مختابات. چه آدم جنتلمنی هم هست این آقای مختابات، از پشت کادر تلویزیون که من میدیدمش آدم جنتلمنی. خدا رحمتش کنه، هر جایی که هست حال کنه، خوش باشه، دلش پر از عشق باشه، ان شاءالله که هست. یه قسمتای خیلی خوبی داره اون وسط مسطا که آقای مختابات فکر می‌کنم خیلی دوست داشته بخونه، شاید هم دوست نداشته بخونه، به هر حال خونده نشده، برید خودتون سرچ کنید. اون قسمت‌ها وسطا میگه که عارف به در میخانه و من سمت بتخانه و عارف به ره کعبه و من سمت باز میخانه و باز میگه اون رفت سراغ خونه خدا، من دنبال صابخونه بودم. خیلی جالبه، شعر خیلی خوبی است. آخرش این جمله رو میگه، یه شعر عجیبی هم هست، من نمیدونم تکنیک این شعر چی است، از چه تکنیکی استفاده کرده. من تا چیزی که میبینم هر جا دلش خواسته 2 بیت آورده، هر جا دلش خواسته یه دونه تک مصرع اون وسط‌ها اومده، مثل این آهنگایی که کورس داره اون وسط‌ها انگار. یه چیز باحالی هم آخرش داره که بازم میگم به همون سبکی که خودم شعر میخونم. آقای شیخ بهایی میگه، البته ایشون میگن به زعم خودشون نه به زعم من، ایشون میگن که خلاصه که من با اینکه خیلی عاصی هستم منتها از خیلی خدم شما هستم
اگر هم گناهی میکنم به خاطر خیال کرامت شماست. و در نهایت یه دونه از اون مصرع‌هایی که نمیدونم یه سیس ریزی هست، به هر حال در نهایت با اون تموم میشه که ایشون میگه حال کردی تقصیر چه از این به مثلا دلیل. آقا این شعرشو بخون. من اصرارم دارم که ادبیات کلاسیک اینجا مثال بزنم، اینو نمیدونم چرا. شعرشو بخونید، منتها خداییش مصرع آخرش همچین مضمونی داره که اگر من گناه میکنم به خاطر اینکه اعتقاد دارم خدای من ارحم الراحمینه، بعد آخرش هم میگه حال کردی مثلا عجب بهونه‌ای واسه تقصیر آوردم. خیلی خوبه، من خیلی سینکم با این شعر و بقیه اشعاری که آقای بهایی خونده، بسیار جذاب و حال خوب کنه. امروز که هیچ برنامه‌ای ندارم در مورد چی صحبت کنم، دیگه میذاریم هر چی که پیش آمد خوش آمد. این همه با برنامه‌ایم توی این پادکست شکر و شادی بی برنامه باشیم. باز یه شعر دیگه هست که چه کار، یه شعر دیگه از آقای بعد حداقل من رفرنسام درسته، یه شعر از آقای مولانا هست که من از دوستم اولین بار محمد دست درد نکنه، محمد عزیزم این شعر رو به من برای من فرستاد یا خوند. اونم اینه که سرچ کنید. من اعتقاد دارم که دانش حیف میشه، واقعا نمیشه آگاهی رو از طریق کلام انتقال داد. یه کاغذ و قلم کنارتون باشه، این پادکست رو گوش میکنید چند تا از این هینتایی که بهتون میگم رو بنویسید. یه چالشی هم هست، اگر دوست داشتید حوصلتون اومد دلتون خواست بدونید اون اصلیه چی هست یا اون شعر قشنگه چی هست، میرید سرچ میکنید، گوگل میکنید، ای آی میکنید، این همه آپشنای خوب اومده میتونید پیدا کنید. واقعا دیگه سسود. یه شعر خیلی زیبایی هست از آقای مولانا که میگه من سعی میکنم یه خورده حداقل نزدیک کنم به کلام واقعی خود بزرگوار. شعر اینجوری هست که بله، اینکه هر چقدر هم حساب کتاب کنی بازم همه چی دست شما نیست و دست من هم نیست. ایشون میگه که زمانی که من نسبت به اتفاقاتی که داره میفته قبول میکنم، دست به سینه نشستم و سرم پایینه و میگم چشم، بیباکتر از شیرم، این هینتش اینه، اینو سرچ کنید حتما پیدا میکنید، بیباکتر از شیرم آزادتر از آهو. شاید هم میگه آزادتر از آهو بیباکتر از شیرم. اون تا اونجایی که آنگه که کنم در کار تدبیر، آره یه همچین چیزی، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. شعر بسیار زیبایی است، خیلی دوست دارم این شعر رو. هر کسی که این رو میخونه میدونه که آقای مولانا با اون همه دانش و جهانبینی قاعدتا قائل به این نبوده که شخمی شخمی بشینیم هرچی پیش اومد خوش اومد. همچین چیزی رو ایشون حتما لحاظ نمی‌کرده، منتها گفته که اون زمانی که شما از یک سطح آگاهی بالاتر به زندگی خودت نگاه می‌کنی، اون سطح آگاهی بالاتر این هستش که من در امان هستم، من در دستان او هستم و او مراقب من هست. این سطح از آگاهی که قائل میشه به زندگی انسان، شما دیگه بیباکتر از شیری و آرامتر از آهو. اما اون زمانی که فکر میکنی آقا اینو من باید حساب و کتاب کنم، فردا رو پیش بینی کنم، برم تحلیل بخونم، برم ببینم کی لانگ بردارم کی شورت بردارم، برم کلی آمار بردارم، فاندامنتال، تکنیکال، اینو با اون بحث کنم، از این حرفا رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. توی این پادکست هم بنام بر اینه که توی لحظه حال، توی همین لحظه، اون چیزی که به ذهن میرسه خیلی پیور، خیلی خالص، بدون روتوش، بدون در نظر گرفتن حال و حوصله مخاطب بگم. اون قسمت‌هایی رو که میپسندید با افکار شما، با خط مشی فکری شما جور هست و
همسان هست رو بهش دقت کنید، توجه کنید. اون قسمت‌هایی هم که با کاراکتر شما، با افکار ذهنی شما مخالف هست، یا اگر من یه وقت حرف شلی میزنم اینجا، اونها رو هم اونها رو هم ببخشید. من عذرخواهی میکنم. منتها این ببخشید من داله بر این نیستش که من سعی میکنم که دیگه اون مدلی صحبت نکنم. هرچی پیش آید خوش آید. سعی ما بر این هستش که انعکاسی باشیم از همه خوبی ها و برای انعکاس دادن خوبی ها فقط باید به همدیگه نگاه کنیم، بگردیم دنبال یه نکته خوب، سعی کنیم بیان کنیم، تشکر کنیم، شکرگزار اون نکات خوب باشیم و اگر چیز بدی هم به ذهنمون میرسه، به چشمون میاد، بهش توجه نکنیم. یه موضوع رو اخیراً مطالعه کردم. حالا فکر نکنید که من میگم مطالعه میکردم کتب کارل مارکس و ملا صدرا و ارسطو اینها رو ورق زدم. نه، توی بستر وزین اینستاگرام یه مقوله‌ای رو دیدم، یه مطلبی رو خوندم، خیلی جالب بود. اون هم در مورد این بود که ما اگر از چیزی خوشمون نمیاد، اگر نسبت به چیزی احساس خوبی نداریم، بهترین اکشن ما یا بهترین واکنش ما چی میتونه باشه؟ توی این ابسترکتی که ظاهرا از یک مقاله بود، البته رفرنس هم داشت یادمه، اون تا حالا من نرفتم رفرنساشو چک کنم ببینم ریل هست یا مشابه رفرنس چت جی پی تی هست. مطلبی که توش عنوان شده بود این بود: بهترین اکشن ما در مقابل چیزهایی که دوست نداریم نو اکشنه. یعنی اگر با یک رویدادی مواجه میشیم که اون رویداد مایه ناراحتیمون میشه یا دوستش نداریم یا احساس خوبی به ما نمیده، بهترین واکنش این هست که هیچ واکنشی نسبت بهش نشون ندیم. یعنی که اگر ما شروع کنیم به واکنش نشون بدیم، واکنشی از این قبیل که میزان ناراحتی خودمون رو نسبت به اون مسئله بیان کنیم و شروع کنیم حتی این رو واگویی کنیم، به صورت یک استوری، به صورت یک داستان، به صورت یک روایت تعریفش کنیم، نه به خاطر تایید کردنش، بلکه در ذم اون، ذم رو درست گفتم، بلکه در عدم تایید اون مسئله منتها ما شروع کنیم مسئله رو تبدیلش بکنیم به یه روایتی، به یه شبه داستانی، توی سوشال، توی معاشرت هامون رفرنس بزنیم بهش و در موردش صحبت بکنیم. حالا میگم صرفا به خاطر اینکه نشون بدیم چقدر از اون مسئله شاکی هستیم، چقدر از اون مسئله بدمون اومده. همه اینها باعث میشه موارد مشابه بیشتری از اون قسم رو تو زندگیمون جذب کنیم. چطور؟ بهتون میگم، اگرم قانع نشدید برید باز خودتون اینترنت سرچ کنید، مطالعه کنید و امیدوارم که اونجا قانع بشید. ما هر واکنشی، هر ریاکشنی، هر عکس‌العملی که نسبت به موضوعات پیرامون خودمون انجام میدیم، این واکنش‌ها چیزی نیستند مگر یک پالس انرژی. یعنی مغز ما در مورد یک واکنش مثبت و یک واکنش منفی مدام داره پالس‌های عصبی تولید میکنه. همه اینها پالس عصبی میشن، همه اینها تولید انرژی میکنن و این انرژی ها تبدیل میشه به ماده. بذارید من یه طور دیگه این رو بیان بکنم. یعنی وارد یه مسیر دیگه میشیم منتها به همون مقصد قبلی میرسیم. ببینید، ما باید مراقب ورودی هامون باشیم، مراقب چیزهایی که به گوشمون میرسه، مراقب چیزهایی که تماشا میکنیم، مراقب احساساتی که در ما برانگیخته میشه. چطور از اینها مراقبت بکنیم؟ یه قاعده کلی رو رعایت کنیم. چیزی که احساس میکنیم خوب هست، زیبا هست، شیرین هست، عشق هست رو وارد کنیم. یعنی از این درگاه گوش، چشم و زبان چیزی وارد یا خارج نشه مگر خوبی، لذت، عشق، محبت، زیبایی، مهربانی، حال خوب، تجربه خوب و هر آنچه که شما
وقتی میخواید بهش فکر بکنید، وقتی که 5 بار اون کلمه رو بر زبانتون جاری میکنید، همراه با اون به اون معنای اون کلمه فکر میکنید، به صورت ناخودآگاه لبتون خندون میشه. به تمام این موارد میتونیم توجه کنیم، وقت و عمر گرانبهای خودمون رو بهشون اختصاص بدیم. چرا؟ چون توجه کردن به اینها باعث میشه از این قبیل موارد بیشتر و بیشتر جذب ما بشه. در مسیر زندگیمون با موارد مشابهی بیشتر برخورد داشته باشیم. جاهای زیبا بریم، با انسانهای خوبی ملاقات کنیم، تجربیات لذت بخش، تجربیات بسیار زیبایی داشته باشیم توی این زندگی. انگار که توی یه فرکانسی قرار دادید خودتون رو که این فرکانس فقط توی مدار خوبی، زیبایی، لذت و شکرگزاری صرفاً داره حرکت میکنه. خب کل این مطلب یه بعد مخالفی هم داره. همونطوری که شکر نعمت افزون میکنه، همونطوری که خوشی بیشتر با خودش به همراه میاره، همونطوری هم اگر ما توجه کنیم به چیزهایی که اذیت کننده است، فکر و مغز ما نسبت به همه این تجربیات، صحبت‌ها، فیلم‌ها، تصاویر، انسان‌ها شروع میکنه تولید انرژی کردن، تمرکز میکنه بر روی همه این موارد. خب خیلی بدیهیه که در زندگی پیش رومون بیشتر با این قبیل مسائل سر و کار خواهیم داشت. بیشتر میبینیم مدام به صورتهای مختلف تو زندگیمون سبز میشن و حالمون رو بد میکنن. یادتون میاد بهتون گفتم من بچه پایین شهر هستم. تا سن 12-13 سالگی هم همونجا بودم. یه چیزی که اونجا واقعا من توجهم بهش جلب میشد این بود که آدما رو همیشه نگاه میکردم چرا اینقدر در مورد بدبختیاشون با همدیگه اینقدر با آب و تاب صحبت میکنن. یعنی میدیدم اطرافیانم توی دور همیایی که دارن مدام در مورد بدبختی‌ها، در مورد همه اون تجربیات تلخی که از سر گذروندن، حالا چه مربوط به 24 ساعت گذشته، 10 سال گذشته یا حتی مال نسل قبل و اطرافیانشون بوده، همه رو شروع میکنن با یه ولعی، با یه سطح بالایی از انرژی تعریف میکنن، طوری که اصلا احساس میکردی الان اون تجربه رو دارن کاملا ممکنه به ظهور برسونن، اون تجربه‌ای که دارن تعریف میکنن رو. علتش هم فکر میکنم این هست. وقتی میگم فکر میکنم یعنی اینکه این تجربه و آگاهی خود من هست و کانسپت علمی نداره. منتها فکر میکنم زمانی که ما در مورد یه مسئله، یه تجربه‌ای که خیلی با احساسات ما عجین میشه و خیلی نسبت بهش احساس همزادپنداری عمیقی میکنیم، ارتعاش بسیار بالایی نسبت به اون تجربه خواهیم داشت و زمانی که اون رو شروع میکنیم به روایت کردن و تعریف کردن برای دیگران، خب قاعدتاً طوری تعریف میکنیم که گویی اصلا خودمون توی اون تجربه خودمون رو غرق میکنیم. این یعنی اینکه انقدر فرکانس ما رو بالا میبره که قطعاً این سطح از فرکانس جذب بسیار بالایی داره نسبت به ایجاد همچین تجربه‌های مشابهی توی زندگیمون. و این رو من توی اون منطقه شهر زیاد می‌دیدم. یعنی تو اون منطقه شهر با اینکه آدم‌ها خیلی بزلگوتر هم هستن، یعنی آدم‌ها اصلا جدی هم نیستن زیاد، صحبت از دلسوزی نیست، منتها به هر حال دیگه اون قشر محرومی که اونجا بودیم انگار که یه طوری بود که مثلا حالا که من یه غمی دارم، این غمو بریزم رو دایره، بقیه هم بیان واسه غم من یه مرثیه‌ای بخونن، انگار حالم بهتر میشه. یعنی یه طوری بود که توی این محفلات، توی این دوره همیا بیشتر در مورد غم و غصه ها صحبت میکردن همه. یعنی همه چیز رو هی اون وسط یه دیگی درست میکردن، مثلا این یکی یه قصه امروزشو مینداخت، اون اونور مریضیشو پرت میکرد، اون یکی از اونور اتفاقی که واسه بچه‌ش افتاده بود و شوت میکرد، یه نخودی به این آشه اضافه میکردن و یه روغن اساسی هم روش میومد قشنگ، بعد میکشیدن و تناول میکردیم، همه دور همدیگه میخوردیم، عشق میکردیم، غافل از این که این خوردن همانو منتظر اتفاقات از آن چنان، یا از میخواستم بگم از این چنین، بعد بخوام به اون یکی ها نسبتش بدم میشه از اون چنین اتفاقات منتظرش بودن همان. یعنی باید منتظر باشی و ببینی که مشابه اون اتفاقات برات میفته، بدون اینکه سورپرایز بشی، بدون اینکه با خودت بگی چرا چون که پرکه
یه چیز باحالی بهتون بگم. یه زمانی کلاس زبان ایتالیایی میرفتم، نمیدونم 16 سالم بود. بعد آقای دکتر میرزاییان ان شاءالله خدا رحمتش کنه هر جایی که هست، ایشون تعریف میکرد که زمان تینیج بودن خودش که ایتالیا کلاس زبان میرفته، سر کلاس چند تا ایرانی دیگه هم بودن اونجا من جمله خود ایشون. یه توضیح هم اینجا بدم خیلی کوچولو. ما دو تا کلمه تو زبان ایتالیایی داریم، یه دونش هست پرکه یعنی برای چه، چرا. یه لغتی هم تو مشهد داریم برای اینکه، که اینو با لهجه مشهدی میشه برکه. خب اینجا داشتیم پرکه، اینجا داشتیم برکه. و یه دونه هم کلمه داریم ریدی، به معنای میخندی هست. زبان ایتالیایی مشابه زبان فارسی افعال رو صرف میکنن. خندیدم، خندیدی، خندید. که خندیدی اینجا میشه ریدی. آقای میرزاییان تعریف میکرد که سر کلاس نشسته بودیم، یه دونه از این ایرونیا یه توپقی زد موقع خوندن و همه شروع کردن تو کلاس خندیدن. ایشون گفت پرک ریدی یعنی چرا میخندید؟ که من بلند شدم گفتم برک ریدی. استاد بی‌ادبی داشتیم خداییش. anyway برگردیم به موضوعی که از توی بی موضوعی انتخاب کرده بودیم. توجه نکردن به هر چیزی که دوست نداریم بهترین ریاکشنه. یعنی اگر مسئله رو باهاش مواجه میشیم، آقا در موردش قرار نیست حرف بزنیم، ساعت‌ها بشینیم در موردش صحبت کنیم. مدل تعریف کردنمون هم یه طوریه که خیلی باز میگم سنسیشناله، یعنی خیلی احساساتیه. طرفو دقیقاً مواجه میکنیم، خیلی دراماتیک‌تر با اون بولشتی که خودمون باش مواجه شدیم، منتها توی یه پرسپکتیو خیلی انگار همه چیز اگزاجره شده، اون هم توش احساسات درگیر نبوده. منتها هنر ما ایرونی‌ها همینه. همین هنر باعث شده که اون اشعار و اون ادبیات کلاسیک خفن رو داشته باشیم. همین هنر باعث شده که اینقدر توی این ادبیات بتونیم هنرمندانه عمل بکنیم. خب یه احتمالاً لبه برنده‌ای هم داره این ادبیات، اونم اینه که باعث میشه ما هممون استوری تلرها یا اون قصه گوهای خیلی حاذقی باشیم و بتونیم پهوای کلام رو پیست کنیم، یعنی قشنگ بخوابونیم تو مغز شنونده هامون، یا شنوندمون، یا دوستمون، یا اون کسی که داریم باش معاشرت میکنیم. آقا این کارو نکنیم. اگر یه اتفاق بدی برام افتاد، اولا که نسبت به اون اتفاق بد اگر میتونم اکشنی نشون ندم، مدام بهش فکر نکنم، هزینه رو کم کنیم، به سمت جلو حرکت کنیم. چیزی که گذشته گذشته، درسشو میگیریم، میفهمیم خب اون مسیری هستش که با صحنه‌های این مدلی مواجه میشیم، دیگه از اونجا رد نمیشیم، دیگه اون کارو نمیکنیم. ولی پوینت هم اینه که قرار نیست این رو مدام با خودمون حمل کنیم. من شعر میکنم، اون یکی یه چیزی میاد میگه، باز من میگردم تو ذهنم، خب این الان یه چیز خفنی گفت، خیلی داستان دردناکی بود، بذار فکر کنم، آها. بعد آخرش هم یه نفری پیدا میشه با این جمله که آقا این که چیزی نیست، واقعا داستانی در لول داستانای استنلی کوبریک میذاره وسط که اصلا کمر همه میشکنه. به جای اینها باید در مورد تجربیات خوبمون معاشرت کنیم. باید در مورد اتفاقات خوبی که تو زندگیمون افتاده از اونها حرف بزنیم. یه چیزی بهتون میگم، یه تجربه خیلی سرگرم کننده هم براتون میشه. یه آشنایی که، یه دوستی که بیشتر تمرکزش روی مواردی که دغدغه است، مواردی که نگرانه، مواردی که نسبت بهش به هر حال احساس مثبتی نداره، بیشتر در مورد اونها صحبت میکنه و وقت میگذرونه. به این کاراکتر باحال بگید که ولش کن، از چیزای منفی صحبت نکن، از چیزای مثبت صحبت کن، یه چیز مثبتی رو بیا با هم انتشار بده. یهو میبینید سکوت میکنه. پوینت هم اینه، واقعا به آدم‌هایی که توی این فرکانس بیشتر خودشون رو قرار میدن، زمانی که به این آدم‌ها شما میگید آقا اوکی، بیا در مورد مسائل مثبت صحبت کن، بیا در مورد انرژی‌های خوب صحبت کن، بیا در مورد خاطرات خوب، یهو میبینید اصلا طرف ساکت میشه، یه سکوت خاص، مثل اون بوق شبکه 2 بعد از ساعت 10 شب بود، بعدم یه ارو 404 آخرش هم بلو اسکرین اصلا میره، یعنی هیچی ریسپانس دیگه ازش نمیگیرید. میدونید چرا این آدما حرفی برای گفتن ندارن یا کمتر از این قبیل صحبت ها دارن برای به اشتراک گذاشتن؟ یه دلیل داره.
ورودی‌هاشون بیشتر بر روی ورودی‌های موارد منفی تنظیم شده. یعنی اگر ما توجه داشته باشیم، اون مواردی که قبل‌تر در موردش صحبت کردیم، چیزهایی رو ببینیم که حال خوبی بهمون میده، مواردی رو بخونیم که انرژی مثبتی بهمون میده، امید بهمون میده، نسبت به فردا، نسبت به الانمون، نسبت به زنده بودنمون، نسبت به امروزمون، نسبت به همه چیزهایی که داریم قدرشناسمون میکنه، شکرگزارمون میکنه. اگر ما فیلم‌هایی رو تماشا بکنیم که داستان اون فیلم‌ها چیراپمون کنه، یعنی انرژیمون رو چیراپ میشد چی؟ چیراپ کردن یعنی انرژیمون رو بیاره بالا، به جای اینکه انرژیمون رو ازمون بگیره، انرژی بهمون اضافه بکنه، خوشحالمون بکنه، شکرگزارمون بکنه نسبت به زندگی که داریم، نسبت به آینده با امید بشیم، نسبت به آینده امیدوار بشیم و با آدم‌های معاشرت بکنیم که این آدم‌ها به ما انرژی بدن به جایی که انرژی از ما بستونن و بدونیم که این یک تعامل دو طرفه است. یعنی من هم به او انرژی میدم، اونم به من انرژی میده. من هم از تجربیات خوبم با اون صحبت میکنم، اونم از امید و تجربیات خوبش با من صحبت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ ذهن ما پالس‌های انرژی تولید میکنه با کانسپت جذب این تجربه بیشتر و بیشتر و به همین سادگی ما میتونیم با کنترل کردن دیتاهای ورودی که وارد ما میشن تعیین بکنیم آینده دور یا نزدیکی که قرار هست باهاش مواجه بشیم. ما فیلمی رو نگاه کنیم که نگران نباشیم اگر اتفاقات اون فیلم برامون افتاد چی میشه. به میوزیکی گوش کنیم که لیریکس اون اگر توی زندگیمون جاری شد خوشامد باشیم نسبت به اون. به تصاویر نگاه بکنیم که اگر توی این دنیای واقعی خودمون رو تو اون تصاویر پیدا کردیم لذت ببریم و پی این باشیم که اصلا اون مطالب تو زندگیمون اتفاق بیفته. همینطور با آدم‌های معاشرت بکنیم که از معاشرت با اون آدم‌ها پالس‌های مثبت بیشتری توی ذهنمون تولید بشه، به جای افسردگی، به جای استرس، به جای غم، همش شادی باشه، همش شکرگزاری باشه. و این یه تمرینه. حداقل کاری که میتونم بکنم این هستش که من محیط اطراف خودم رو میتونم آگاه بکنم نسبت به این مسئله. حداقل میتونم فیلم هایی که قرار هست ببینم رو انتخاب بکنم. صرفا من برم اون فیلم رو نگاه بکنم به خاطر اون آیکون هایی که جامعه بهم گفته اینها آیکون های خیلی بزرگی هستن. نه، برم بخونم، مطالعه کنم، ببینم بعد از این که من فارغ شدم از تماشای این فیلم آیا حال بهتری دارم یا نه. یه فکر مشوشی دارم که هیچ حوصله خودم هم دیگه ندارم بعد فیلم. اصلا یه تم دارکی بردارم که اصلا بگم لایف چیه، زندگی چیه. دلخوش به این باشم که تو فیلم یه سری آدم‌های بدبخت ببینم بعد بگم خب چقدر بدبخت‌تر از منم هستا. اصلا این چیز خوبی نیست که ما دنبال بدبخت‌تر از خودمون بگردیم به خاطر اینکه خوشحال بشیم. این تکنیک حکامه در همه دنیا. به اندازه زمان یک فیلم باید وقت اختصاص بدی برای پیدا کردن یک فیلم خوب. یه چیز جالب همین الان به ذهنم رسید. بیاید پایین همین پادکست کامنت کنید. اگر یه فیلم خیلی خوب میشناسید که خوب بودن، منظور من از خوب بودن این نیستش که جایزه ها رو درو کرده باشه، فلان اکتر توش کار کرده باشه، این هوا گیشه برده باشه. نه، اصلا اینها ملاک خوب بودن یه فیلم نیست. ملاک خوب بودن یک فیلم این هستش که بعد از تماشای این فیلم آیا دچار شعف میشید؟ آیا دچار امیدواری میشید؟ آیا دچار انرژی بیشتر میشید؟ آیا خوشحال میشید حالتون خوب باشه بگید عجب فیلم خوبی بود؟ لبخند رو لباتون، یعنی فیلم که تموم میشه رو تیتراژ میرسه نتونید لبخندتون رو جمع کنید. اگر همچین فیلمی رو دیدید حتما این پایین کامنت کنید. پایین این اپیزود منظورم کامنت بذارید، معرفی بکنید. من یه نکته رو یادآوری بکنم به همه. بر اساس کامنتی که قرار هست این پایین یه فیلم رو برای بقیه بگیم که برن تماشا بکنن.
یادتون باشه که آدم‌ها، کسانی که میرن این فیلم رو میبینن، گران قیمت ترین متاع این زیستشون رو میخوان اختصاص بدن که پی اون توصیه من و شما رو بگیرن. پس لطفاً دقت بکنیم. یک فیلمی که ارزشش رو داشته باشه اینجا کامنت کنید. بقیه هم اگر رفتید اون فیلم رو دید و خوشتون اومد، باز اونجا ریپلای بکنید، بگید نظرتون رو. فکر میکنم بتونیم اینجا چند تا فیلم خوب رو بذاریم لیست کنیم. من خودم هم چند تا فیلم رو کامنت میکنم که برید نگاه بکنید. تو این فیلمایی که من کامنت میذارم خودتون قبل از اینکه ببینید برید در موردش تحقیق بکنید، بدونید که قراره با چه فیلمی مواجه بشید. در موردش نمیگم که برید اسپویل کنید داستان فیلم رو، منتها میتونید بخونید آیا این فیلم مناسب هست، من خانوادگی میتونم این فیلمو ببینم. از این قبیل مواردش رو خودتون هم چک بکنید. باور دارم که اگر ما بیشتر فکر بکنیم خودمون به نتایج برسیم، خیلی بهتر از اینه که نتایج به صورت کلامی بخواد منتقل بشه. و یادمون باشه آدم‌های زیادی برای ثانیه‌های این عمر حاضر هستن همه چیزشون رو بدن که یک ثانیه بیشتر، یک لحظه بیشتر بتونن نفس بکشن، که خود ما هم از این قاعده مستثنا نخواهیم بود. یه لحظه صبر کنید بچه‌ها، نرید. من یه مورد آخری رو هم بگم. این مسئله شخصی خودم. من زیاد تولدها یادم نمیمونه. زیاد هم مهم نبود که بخوام تولد آدم‌ها رو بهشون تبریک بگم. میدونی چی میگم؟ یعنی حتی تولد آدم‌هایی که خیلی دوستشون دارم و خیلی بهم نزدیک هستن، موبایل آیفون هم ندارم که بهم یادآوری کنه. هزار یه دونه ترفند و اپلیکیشن هست که میشه استفاده کرد، ولی من تنبلم که استفاده نکردم تا به حال. منتها 9 آذری که گذشت تولد بانکو بود. بانکو تولدت مبارک. امیدوارم که بهترین ها برات اتفاق بیفته. راستش 9 آذر برای من کش اومد تا الان و تا لحظه‌ای که تو این پادکست رو گوش کنی و این تولد مبارک رو از دهن من بشنوی. تولدت مبارک باشه. امیدوارم که بهترین ها برات اتفاق بیفته. من طرفدار پادکست جادی هستم. کانسپتی رو ایشون گذاشته که آخر پادکستش پیام هایی که براش میذارم و تولدها رو یا مناسبت ها رو تبریک میگه. خیلی دوست داشتنی این کاراکتر جادی، واقعا کاراکتر بسیار خوبی داره. کسایی که دوست دارن تو حوزه تکنولوژی به روز بمونن یا اون ایج آف تکنولوژی رو همیشه تاچ بکنن، اگر اشتباه نکنم رادیو گیگ اسمش هست و پادکست جادی. این رو حتما گوش کنید، خیلی جذابه و خوبه. همه شماها اگر میخواید تولد کسی رو تبریک بگید، یا آدرس ایمیل میذارم توی قسمت بایو همین پادکست، برای من ایمیل بزنید اگر میخواید تولد کسی رو اینجا من تبریک بگم بهش، یا متن تبریکی دارید برای هر کسی برای هر مناسبتی، سعی میکنم که بخونم، حتما بخونم و از این طریق شاید باعث بشم که اون حسی که خودم تجربه کردم به واسطه کار زیبای بانکو و پادکست خفن جادی، حداقل سعی کنم که تکرارش بکنم و به نظرم این تکراری که نمیشه هیچ، صرفاً یه الگوی خیلی خوب هستش که بیشتر تو جامعه نمود پیدا میکنه. خب این شد اپیزود 6 پادکست شکر و شادی. شکرگزار باشید، لذت ببرید از زندگی کردن. امیدوارم که لذت ببرید از داشته هاتون، شکرگزارش باشید و خوش بگذرونید. تا اپیزود بعد. با من مسافریست هم روزگار من، تب کرده بیرم افسرده خسته تن، شادی لحظه از هم پیالگی، از حس همدلی، از روی سادگی.
واپسی ولی همراه هر دومان مهلت تمام شد. دیر است بیگمان از پشت پنجره بان که مانده روز میخواندش کسی راهیست او هنوز. از پشت پنجره بان که مانده روز میخواندش کسی راهیست او هنوز. این سوی پرده تنها پیاله ها با هم نشستند خاموش و بی صدا. دل واپسی ولی همراه هر دومان مهلت تمام شد. دیر است بیگمان از پشت پنجره بان که مانده روز میخواندش کسی راهیست او هنوز. از پشت پنجره بان که مانده روز میخواندش کسی راهیست او هنوز. این سوی پرده تنها پیاله ها با هم نشستند خاموش و بی صدا.